حاصل قلفینای در این گرمخانه 3 روز پیش جمع‌آوری شده بود. انا این حاصل نو است. سرجعفر میرزویف دهقان است و در این گرمخانه این سبزیجات را با مصلحت و توصیه متخصصان پرورش نموده است. مساحت زمین گرمخانه در روزش 60 متر بوده، پهنایی آن 13 متر را تشکیل داده است. برای سرحاصل گشتن آن بوته‌های پیشتر حاصل داده را بریده می‌پرتوید. تنها بوته کبوت نوسبزیده را میماند. همینطور بعد هر وقت جمع‌آوری حاصل این تدبیر را انجام می‌دهد. حاصل شدن هر هفته 2 مرتبه مقصد دارو میتیم او میتیم در یک هفته 2 مرتبه این شدیش از دیگر حاصل اولش خیلی ناز بود نسبتی خیلی بعد دیرتر شد با دیگر خیلی شدن هیچ کس نه حکمی شنده که شید خیلی اما دیگه که بیو چندان نمیره سر کردیم. با مقصد استفاده ثمرناک زمین در پهلوی گرمخانه قلفینای باز 2 گرمخانه دیگر را همین زمستان ساختند. این گرمخانه نظر به گرمخانه پیشینه کلانتر می باشد. در درازی 100 متر و پهنای 16 متر اینجا پرورش نیالهای سیتروسی برآ مانده شده است. پرورش زیاده از 200 نهال لیمو و ماندارین در این گرمخانه در شرایط خوب برآ مانده شده است. در شفت نیالها با مقصد استفاده عاقلانه زمین کشت محصولات‌های سبزیجات بروقتی را برآ ماندند. زیاده 10 تن پارو دادگی مکجان. بعد یه بود من داروی مینرالی. بعد 20 روز پس یا 21 روز پس با آب میتیم. هم من در وقت هم وقت جمیدن در کار کی شد یکم کاملیش نمیدیم. اصلا قاق نشود. و علافش تازه میکنیم. در خواجگی دهقانی به نام وسیل در پهلوی گرمخانه در میدان کوشاد با کارکرد زمین خواجگیداران امسال در مساحت 50 سوتق زمین کارتوشکا کش نمودند و باوری دارند که حاصل بلند جمع‌آوری می‌نمایند. این قطعه زمین را باشد بوته‌های قلفینای پیچانیده گرفتند. نیالها غرق گل می‌باشند. قلفینای این سبزیجات گرمی رو دوست می‌دارد. هر چقدر که نور آفتاب با آن بیشتر رسد همان قدر حجما کلان و شیرین می شود. این میدان حالا غرق گل است و طور دهقانان گفتند هفته آینده پر از قلفینای می گردد و با جمع‌آوری آن شروع می کنند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه بوسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.